یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نماز تو، روزه تو، حج تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. نماز جمعه در زمین کفار در دارالکفر میزند، بعد همونجا میگوید که نماز جمعه در زمین کفر خوانده نمیشود. دلیلش میگوید که وقتی همین سوره جمعه در مدینه نازل شد، در مکه مسلمانان کم بودن، در اونجا قوت نداشتن. وقتی مدینه هجرت کردن اومدن، در اینجا قوتشون بسیار شد، مقصد کسی نیستشون زیاد شد نسبت به کفار. از همین جهت در اونجا آیات توحید دین استفاده کردن، در مدینه نمیتونستن و همین دلیل آورده گفت که مقصد خوانده نمیشد چی در است، همین چی در بی خود جایی که کفار در اونجا حکومت میکنن جمعه نباید خونده شود. همین با یک معلومات بستار. بارک الله فیک. در مسئله خواندن نماز جمعه در دارالحرب یا که دارالکفر علما اختلاف کردند. ایده از علما همچنین حجت میگیرند و جایز نیست میگن، زیرا که این دارالکفر است میگن. و ایده از علما میگن که دارالکفر این یک مکانی هست که این هم زمین الله هست. الله سبحانه و تعالی گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند و این وحی الله بود که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، همه زمین مسجد و پاک است، انسان‌های مسلمان به گوجای نروند. این قول دوم است که گفتند به گوجای نروند، جماعت میشن نماز میخوان. و سوم از علما گفتند که مسلمان ها در کجای نباشد نماز میخوانند، در دارالکفر باشد هم اگر امیر داشته باشند یا که امیر فرستانده باشد. امروز که امیر نیست گفتند از همین جای جایز نیست. یعنی 3-4 قول وجود دارد، لیکن قول راجح که موافق والله اعلم و قرآن و سنت هست، موافق به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، این است که در کجای روی زمین مسلمان ها بتوانند که جماعت بشوند و نماز جمعه را خوانند جایز است و باکی ندارد. اما حجتی که این طالب علم آورده است که در دارالکفر خواندن درست نیست، در اساس این که نماز جمعه در مکه نازل نشد، زیرا که در مکه اینها قوی نبودند و در مدینه نازل شد و این به قوتی اینها دخالت میکند. در دارالاسلام بود، در دارالکفر نکردن. این حجت باطل است. مسئله روزه چی میگه؟ مسئله روزه داری، صوم هم در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد. پس در دارالکفر آیا روزه داری هم ممکن نیست؟ یا که حج هم احکام بود که در مدینه نازل شد. پس از دارالکفر به حج رفتن آیا جایز نیست؟ زیرا که پیامبر وقتی که مکه بودن حج نازل نشده بود. این چنین گفته نمیشه. یا که حجاب برای حجاب در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد. پس اگر بگویم که نماز جمعه در مدینه نازل شد، از همین جهت در دارالکفر خواندنش ممکن نیست، پس حجاب هم در مدینه نازل شد، از همین جهت در دارالکفر حجاب اصلا ممکن نیست گفته میشه. اعوذ بالله. این نمود حجتگیری از نظر اهل سنت و الجماعت درست نیست. بارک الله فیک. همین که خیلی همین باید هست، لیکن باید فهمیم که فهمی صحابه فهمی ما حالا بیان کردیم برادر عزیز، ما حالا بیان کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. حدیث متفق علیه است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که 5 چیزی که الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم داد و به هیچ کسی نداد. یکی از همون چیزا این است که همه زمین به پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد قرار داده شده و پاک است. از همین جهت قول راجح همین است که هر موحدین و مسلمینی که در دارالحرب هستند یا دارالکفر هستند، بالعموم اگر جماعت شوند و نماز جمعه خوانند جایز است و باکی ندارد. من این سخن فهمیدم. من پروسته همین چیزا گفتم شما که مثلا همون بینید دلیل هست، لیکن فهم میکنه ندونه دیگر آدم ممکن دیگه خیلی غلط صبر را. بله. برای همیشه گفتم نش اصول همون ابو انزار ویدیوش مقصد حدیث من نقصه یا چه گوشکران گیریم داشتین. البته این چنین خطاگی و اجتهاد در همه طالب علم و علما وجود دارد. ما از طالب علم و علمای اهل سنت و جماعت از همه استفاده میبریم. وقتی که یک جای دیگه که خطا هست
یا یک جای دیدید که کمتر شبهه‌ناک است، در از دیگر طالب علم یک بار میپرسید، انیقتر میکنید. لیکن از طالب علم اهل سنت میپرسید. حنظله با جاهای دیگر است که خطا کردگی است. مثلا در مسئله مکتب حتی فتواهای خیلی سخت دادگی است که البته که بسیارش البته ما فتواش دیدگی بسیارش خوب است، لیکن جاهای هست که سختگیری میکند که در دوره شریعت نیست، درست نیست. و اینچنین بعضی علما هستند، اینچنین بعضی علما هستند ما میگیم که خطا کرد، یعنی خطاگی یک انسان فهمیده درستش گوش کرده میره. یگان انسانی نیست که 100% درست باشد. البته در اصول دین درست است، اساس همین است که در اصول درست است. مثل آذری ها، اشعری، ماتریدی، رفیعی، قبوری ها در اصول دین گمراه نیست، در اصول دین خوب است. هر کسی که در اصول دین خوب است گوش میکنه. اما وقتی که خطا کرد در مسئله، در جزئیات، یک بار ما نعوذ بالله ترک نمیکنیم یا که تکفیر هم نمیکنیم، میگیم خطا کرد، تعصب نمیکنیم. خیلی که ما مثلا بنده من هم در اصول عقیده، در اصول دین بیان مذهب اهل سنت و الجماعت بیان میکنم، زیرا که اصول دین معروف است. اما در مسائل بعض اجتهادات، بعضی از سخنهای علما، اجتهاد علما گرفتن ما ممکن است که از نظر بعضی ها خطا است. یک بار نباید ضدیت و دشنام و تکفیر و حقارت کرده شود. مسائل اصول دین و مسائل واجبات و مسائل مستحبات در مسئله معامله کردن با علمای طالب علم ما باید همیشه نظر بکنیم. اگر یک عالم در مسئله اصول دین خطا کرد، این عالم ترک کرده میشه، زیرا که اصول دین این کفر اکبر یا شرک اکبر یا توحید، اصول دین به خطا کنه آدم کافر میشه. اما عالم یا طالب علم در اصول دین مسلمان باشد، خوب باشد، در مسائل واجبات، مستحبات، در مسائل اجتهادی خطا کند، هیچ باکی ندارد. خطاگیش رو میگه که خطا کرد، اما الله حفظش کند، میگه جو دوامش. یگان آدمی نیست که خطا نکرده باشه. بارک الله. شیخ درباره همین آخرین سوال جوزی عثمان طالب میشناسید از مصر. بارک الله فیک. البته من شنیدگی ام، با زبان روسی صحبت میکند، برادرها خیلی دربارش همین اوان اخیر، وقتهای اخیر صحبت کرده بودند. همین شنیدم که یک آذری هست، یک آذری هست و از جانب دیگر سروری هست، یک گمراه هست. الله هدایت شد. البته جوزی را گوش نکنید، جوزی را گوش نکنید، جوزی را گوش نکنید. با جوزی طالب علمای اهل سنت به زبان روسی خیلی رد زده است، ردهای گوش کنید، تدلیساش گوش کنید، زیرا که این آذری است. آذری را چه خیلی گوش کنید، دوغان نکنید. یگان آذری را گوش کنید. رستم ابو ابراهیم یک هست و هم دیگر یک با برادرای هستن که میگن که وای فقهش هست، یعنی با خوش فهمده بودگی فقط آذری ما مسئله عقیدهش نمیگیم، فقهش نمیگیریم. اما که انسان به چی میگه؟ چه ممکن من فکرش کردم اگر فقه به دیگر انسان نباشد، علاج نباشد، زبان عربی ندونه، در این حالت درست است. اما اگر دیگر طالب علم، دیگر علما به زبان شما باشد، شما این علم اهل سنت مونده رفته، اهل بدعت رفتنتون درست نیست. در حالتهای ضرورت گرفتن بعضی از علم به علم عقیده و دیگر علم جایز است، اما فقه هم به باطلی عقیدش دلالت میکنه. وقتی که عقیده درباره آذری رفت، آذری شد، پس فقه باب فقه با گمراه میشد. مشرک میگه که جنازه میکنیم، میراث تقسیم میکنیم، نکاح میکنیم و غیره و غیره. جزاک الله خیر استاد. الله در خونش نگاه داره. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال در مسئله درس امروزه بود. شاید چون در وقت درس گفته باشین کم دقیق بیر کردیم. حدیث استاد از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند از مردمی که تعجب میکنند بلا کیف که با غول و زنجیر خود به داخل بهشت میگردند. همین حدیث استاد صحیح باشه؟ بله حدیث صحیح. حدیث رو امام بخاری روایت میکنه. چه که ما به شما بیان کردیم، حدیث رو امام بخاری روایت میکنه. حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. یگان جایی انکارش نیست. الله تعجب میکند از او انسان‌های موحد و مسلمانی که سلسله به سلسله، یعنی حلقه به حلقه داخل جنت میشه.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیزم خوبی سلام. الحمدلله بارک الله فیک. یک سوال داشتم استاد. بفرمایید. همین برادرایی که یعنی روسیه است اونها برای پروای روسی گرفتن مجبورم، اما با پروای که ترکی دیگه پول نکنه که خب همین پروا را میخرم. خب در اینجا هست اصل نیک که کاری را بود میکنه از همون پولا بوده از اون یکی 8,000 حق سرعت شهر جایز است یا نه؟ همون جزوی خیلی شما. بارک الله فیکم. سوال برادر این است که در روسیه برادرهای تاجیک میخوان که یعنی کار فعالیت داشته باشن، رخصتی رانندگی، رخصتی سائقی یعنی شفیوری بگیم رانندگی ماشین ندارن. اونها میخوان که اونا بخرن و در بین انسان‌های است که میونره و سیمسار است و پسرین نیکست به اون حق خودش میگیرد در ادا کردن این کار. آیا جایز است یا نیست؟ ولی جایز است که نداره. بارک الله فیک. فقط ظلم نکند، به برادرای موحد نباید ظلم شود. حق گیرد لیکن ظلم نکرده. استاد برادر مسئله درست نمیشه و همین خریدن چی بگم زیاد کرد این درست نیست. همین الله دوستم که امام سیوطی میگوید علما گفتند اگر در دارالاسلام باشد حرام است، باید رفته به امیر، به حاکم، به والی خبر بدهید که در اینجا رشوه رفته است، زیرا که اصل این کار رشوه است و رشوه حرام است. اما در بلاد الکفر اگر همین کار کردنش مشقت داشته باشد و شما رو خیلی اذیت بدهد برای یک کاغذ شده پول داده گرفتن جایز میداند، به مانند امام سیوطی، غزالی و غیره. بارک الله فیک. فهمم. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی خوبی تیزی سلامت خوب ان شاء الله. الحمدلله بارک الله فیک. اخی همینجا فرموده که مرغ به طریقه تاک میکشن حرام است، اما در ماهی چی نمیشه و ماهی هم بسیار جاده مقصد به تاک میکشن هم خوردن جایز نیست نمید. بارک الله فیک. اما از درون مرده ها دو چیز حلال است، خون حرام است، مرده حرام است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی خودش آشکار واضح در سوره بقره میگه که حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله. به شما حرام کرده شد خود مرده، هر چیزی که خود مرده باشد، همه خودش مرده باشد، کشته شده باشد، این اون یعنی ذبح نکرده مرده باشد. خیلی که الله در آیات دیگر میگه والمنخنقة والموقودة والنطیحة و ما اکل السبع، یعنی یگان حیوانی درنده کشته باشد، نفسش گشته مرده باشد، در درون آب غوطه زده مرده باشد، غلطیده مرده باشد، به سنگ زده کشته باشند، قوه زننده کشته باشند، برق زننده، همه این خود مرده حرام است. و این چنین خون، همه نمود خون حرام است. خون گاو است، اسب است، شتر است، خون انسان است، همه نمود خون حرام است. این آیت قرآن است. همین آیت را پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح شرح می‌کنند. ببینید ما چگونه اهل سنت و جماعت احکام میفهمیم یا قرآن و سنت استفاده میبریم. آیت زیرش به حدیث پیامبر میبینید. پیامبر از درون همه مرده ها دو مرده حلال است. نام اینه استثناء میگه، عام خاص کردن، استثناء کرد، یا از درون مطلق مقید کرده، دو چیز بیان کردن، یا که استثناء کردن. و از درون خون، از درون همه خون دو نمود خون حلال کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن چه که حدیث صحیح است، احلت لنا میتتان و دمان. پیامبر میگن به ما دو مرده، دو خود مرده حلال است و دو نمود خون هم حلال است. فاما المیتتان والسمك والجراد او الجراد والسمك، ملخ، جراد گفته در زبان عربی ملخ رو میگن. ما تاجیکو اگر وقتی دهقانی اولهای بهار است، من نمیدونم تابستون سرشویش، در همین وقت میبینید که یک ملخ گفتنی چیز کم کمی پرواز هم میکند، اومده همه دهقانی را نابود کرده خورده میرود. انمین حشرات به داخل میشه. انمین ملخ خوردنش اگر مردگی باشد هم این چی است؟ حلال است.
اینم تو زنده و زنده میقپید میبرید درون دیگ به آب جوش رو میاندازید میپزید زنده زنده درون آبند میمورد بکنید یک بار سیخ میزنید میبرید ششلیک میکنید. ملخچه هایی که هست. یا دویمین نمود خودمرده ای که حلال است ماهی. احلت لنا میتتان السمك والجراد. ماهی در درون بحر بوده، هر چیزی که کیت هست ماهی هست و دیگر چیزهای درون آبی در درون آب مرده باشد یا که بیرون از آب مرده باشد. ماهی رو از آب قاپیده بریم برآورده سرش به چوب کتی زده کشته باشید، کوفت کتی زده کشته و غیره و غیره. در همه این حالت ها ماهی حلال است، لقمه حلال ترین است. از همین جهت ماهی به این خودمرده داخل نمیشود. ماهی این قاعده خودمرده و این اون به داخل نشد، ماهی مردگیش هم حلال است به مانند ملخ. دو چیز و خون هم حرام است، اما دو نمود خون: جگر الطحال و الکبد. جگر و طلاق. ما طلاق میگیم والله علم مردم چی میگن من نمیدونم، برادر افغان هستن چی میگن نمیدونم. یک اعضایی که در حیوان در پهلوی شکمش وجود دارد که خون رو در همونجا ایواز میکند و همش گویا که قریب خون است. انا همون جگر و انا همون طلاق. بارک الله فیکم. چی است جگر و طلاق؟ بله ما تیلی میگیم. تیلی سیمه تیلی لام یا فیلی. بله فیلی. برادر خبر میده که ما فیلی میگیم. در تلگرام، اینجا تلگرام برادران هستن، از تلگرام این لوگان اومد که ما فیلی میگیم. البته بارک الله فیکم انا این حلال است. انا اکنون فهمیدید که دو تا چیز خودش مردگی حلال است: ملخ و ماهی، و دو نمود خون: جگر و فیلی. جگر و طلاق خوردنش جایز است. بارک الله فیک. جزاكم خير. انا فاهمك گفتم که برادر شما که هم کس از ما برو میپرتن برادر که دوچه شدگان هوا نمیتونن تو مدت سالوس هم میمونن. اما یک خواهش اینه که مثلا برادر که اوچاس نیستن و برو پرمودن نمیتونن. جزاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی یک سوال و یک خواهشات دارم که باید ضرور است. بفرمایید. اخی اگر وقتی کتاب‌های یگان طالب علم یا که یگان از علم‌ها را بخونی آیا همون استاد نمی‌شود؟ همون چی میشه؟ استاد شمرده می‌شود. البته کتاب اگر شما مطالعه بکنید و همون قبول بکنید، البته که همون مطالعه کنید، از همون استفاده برید و همون قبول کنید، استاد شما ان شاء الله استاد حساب بده میشود. این طلب علم است. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. استاد دین همینجا برادری عربی هستید واحد خواهش کرد که مرا участник نکردی ان شاء الله ما участников яким очрад наместа авай пасти тела авай бола бардем برای الله. دینا گفت ما حالت ندارم که بعضی وقت ما نمیتونیم مقصد در کنسل گوش کنیم یکی سوال داره نمیتونه که اگر تو میگم شما میتونم اوای از برای الله بالا برویم. جزاک خیر. من خودم برادر عزیزم من نمیفهمم چه خیلی برآوردن حالی اینجا برادرای مدیراتوری که هستن برورن اینجا اخی تمام دین ندارم جبت و فکرم همون برادر گفته سبب به نام واحد نیستگه. بو الله اعلم. فهمو برادر فهمو. بارک الله. السلام عليكم ورحمة الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر بخشش زیاد کمی وجود توای کنید ریو کنید شو. بفرمایید برادر. استاد سوال همین است که الرد كتاب ابن تيمية الرد القول بفناء الجنة والنار است والله أعلم. خطا نکنم اگر که بعضی همین اشعاری ها و بعضی شبهه ها رو میپرسن که مقصد در اونجا بعضی من لفظ عربی رو خوب نمیفهمم بعضی سخن‌های رو که مقصد میارن که این دلالتی به اون میکند که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به اون اعتقاد بود که یعنی که مقصد قرآن سنت یگان یعنی در قرآن یگان دلیل نآمده است و گویم که دوامی و دوزخ جهنم نه. به همین خاطر مقصد که من خودم کمی
از عربی کمی خبردار باشم، فهمیدم که مثلا همین نام کتاب خودش به آنها رد میزند که این رد است به آن انسان‌های و می کمی شما معلومات میدید. بارك الله فيكم. البته امروز یک ایده به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و ابن قیم الجوزی یعنی همین رو نسبت میدهند و طعنه میزنند که گویا که این دو شیخ الاسلام رحمهم الله میگفتند که آتش جهنم پایان مییابد، دوزخ پایان مییابد. البته این غلط است. برعکس ابن القیم الجوزی رد زده اند و ابن تیمیه رحمه الله رد زده اند به همون کسایی که آتش دوزخ رو چی میگن؟ فنا میشود، نابود میشود میگن. بلکه اعتقاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و ابن القیم الجوزی رحمه الله این است که آتش نار ابدی هست در اساس آیات قرآن و حدیث. اما این شبهه از کجا به وجود آمد؟ به کدام سبب به وجود آمد؟ سبب این است که ابن تیمیه رحمه الله وقتی که در همین بالای موضوع آتش جهنم، آتش نار یعنی دوزخ آیا پایان مییابد یا نمییابد صحبت میکنند و در کتابشون مینویسند، کتاب نوشتند. در همین کتابشون دو قول ذکر میکنند. قول یکم آتش دوزخ پایان مییابد و دلیل ها را ذکر میکنند و خیلی دلیل های زیاده ذکر میکنند. بعض علما گفتند که از سبب زیاد دلیل ذکر کردن ابن تیمیه به قول یکم، به مذهب همین مذهبی که آتش جهنم پایان مییابد، دوزخ نابود میشود، دلیل های اقوارن که بعض علما فکر کردند که ابن تیمیه در همین عقیده است، اما این خیلی نیست. و بعضی از جهلای امروزه گمراه وقتی که کتاب از 10 صفحه و 5 صفحه زیاد خونده نمیتوانند، 5 صفحه 10 صفحه کتاب ابن تیمیه خوندن که فقط دلیل آوردگن که دوزخ پایان مییابد. اینا نفهمیدن، فکر کردن که این سخن ابن تیمیه مذهب ابن تیمیه است. نه، ابن تیمیه رحمه الله زیاده از 50 صفحه زیادتر دلیل های مذهب ذکر میکند. مذهبی کی را؟ مذهبی همون کسایی که جهنم رو پایان مییابد دیگه. و بعد از 50 صفحه 100 صفحه بعد قول دوم ذکر میکند، میگه که قول دوم مذهب اهل سنت و الجماعت همین است که دوزخ پایان نمییابد و دلیل های ذکر میکند. این کتاب ابن تیمیه باید در یک بار خونید. ابن تیمیه وقتی که کلام اهل بدعت ذکر میکنند، بعضی فکر میکنند که مذهب ابن تیمیه است. ابن تیمیه رحمه الله آشکار و واضح بیان میکنند که والجنة والنار لا تنفیان، جنت و آتش دوزخ پایان نمییابند و ابدی هستند. و در عقیده واسطه هم اشاره آمده است و علما ذکر میکنند و در کتاب مجموع الفتاوا ذکر شده است و در کتاب تسعینیه ذکر شده و همچنین ابن القیم الجوزی آشکار و واضح بیان میکنند عقیده شون. و این چنین در همین مسئله کتاب نوشته از شیخ سلیمان العلوان و در همین جا مسئله ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی را آشکار و واضح میگوید که هر دوی اینها البته که عقیده داشتند که آتش جهنم یعنی دوزخ نار و جنت ابدی هست، پایان نمییابد. اما یک نمودی نار را ابن تیمیه رحمه الله و ابن القیم الجوزی میگویند که پایان مییابد. کدام نار را؟ میگویند که همون نار، همون جهنم، دوزخی که انسان‌های گناهگاری امت انداخته میشود. معنای سخن همین که یعنی در روز قیامت دو دوزخ است. یک دوزخ است برای کافرها که این هیچگاه پایان نمییابد و یک دوزخ است برای مسلمان‌هایی که گناهی کبیره کردند و گناه کردند و به سبب همین گناهشون به این دوزخ در آمد. و الله سبحانه و تعالی مسلمان‌هایی که گناه کرده است با همراهی کافرین و مشرکین در یک جا آمیخته نمی‌کند، بلکه عذابی که مسلمان‌های گناهگار میکشد در یک آتش است و عذابی که کافرین و مشرکین و منافقین میکشند در دیگر آتش است. عذابی که کافرین و مشرکین و منافقین میکشند در آتش نار است که الله به ما خبر داد ابدی است. اما عذابی که مسلمان‌های گناهگار میکشند در یک آتش است که الله سبحانه و تعالی بالاخره این مسلمان‌ها را وقتی که میگیرد همش را از این دوزخ میگیرد به جنت میاندازد، این دوزخ را نابود میکند. انا این خیلی سخن هم رفته است که همین رو بعضی ها خطا میفهمند. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ کریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
موضوع خوبه تیمی. الله سبحانه باشه. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك. استاد عزیز ما یک سوال داریم درباره امی رای دادن بر حکومت طاغوتی و می طواغیت که بعض مردم رای میدن. ما همراه یک گروه بحث داشتیم، اونا میگن که کسایی که رای میده به این طواغیت ما توقف میکنیم و میگیم که وا در جهل و حال هستن، میتونه که در جهل و حال باشه، چون که یک مسلمان میدانن که با الله سبحانه و تعالی میزیبه. ما برشان میگیم نه نه نیست، جهل و حال مردم میفهمن وقت رای میتن در صندوقهای رای دادن که میرن مطلقا برادر میبخشید ابو لقمان، یعنی اینها مطلقا همه کسایی که به انتخابات میروند به همه جهل میدهند، یعنی جهل حال. بله. البته این مذهبی غلط است، مذهبی جهمی و مذهبی خیلی خطرناک است. بلکه اولا ما باید دانیم که کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر است و کفر اکبر خفی و شرک اکبر خفی وجود دارد. انتخابات آیا از کفر اکبر بگیم از شرک اکبر ظاهر است یا که از شرک اکبر خفی است؟ البته بله، انتخابات از شرک اکبر خفی است. شرک اکبر است اما خفی است. خیلی که در این مسئله شیخ حسن حسین ابو سلمان سومالی کتاب نوشته، خیلی که علی بن خدیر بیان کرده، خیلی که احمد بن حمد الحمید و اینچه احمد بن محمود الخالدی بیان کرده و خیلی که خالد المرد الغامدی در کتاب شرک الحکم بیان کرده و علما بیان میکنند. سبب خفی بودنش چیست؟ در قرآن و در سنت مسئله انتخابات آشکار نآمده است. مناط کفر انتخابات آیا در خود انتخابات است یا در حکم بغیر ما انزل الله و در مناط رب گرفتن است؟ البته که در مناط تشریع، مناط حکم، مناط رب گرفتن، یعنی مناطش در خودش نیو در دیگر چیزها است. از سبب مناط علما گفتند که مسئله انتخابات این مسئله همان آشکار نیست که واضح آشکار باشد، کفر اکبر آشکار بگیم، بلکه این کفر اکبر خفی است. از همین جهت وقتی که مسئله کفر اکبر خفی شد یعنی شرک اکبر است، لیکن در زمان ما به وجود آمد، این چیز نبود و مناطش هم آیات های هست که دلالت به تحاکم مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی، اراده کردن مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی، اراده کردن حکم غیر الله، اراده کردن تشریع غیر الله و همچنین است. یا رب گرفتن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و غیر. از همین جهت البته که این شرک اکبر خفی هست. علی بن خدیر جاهلان را به 3 قسم تقسیم کرد. البته اولا گفتند که آدم‌هایی که عالم است، علم دارد، کسانی که دعوا از علم شریعت میکنند، علما، دامالله میگیم و مولوی ها، طالب علم ها که در دولت های گویا که یونیورسیته های عالمی رفتند و خواندند و آمدند یا به دعوت در همون درون منطقه خواندند، از علما مشغولند، اینها وقتی که به انتخابات رفتند به شرک اکبر واقع خوردند، اینها به شرک اکبر واقع شدن، مشرک میشن، زیرا که این شرک اکبر خفی بود لیکن برای عالم و طالب علم خفی نیست. لا يمكن لمثلهم ان يجهل في هذه المسائل. برای این انسان ها ممکن نه، به مانند این انسان ها ممکن نه که اینها جاهل بمانند در مسئله شرک اکبر. این قسم اول. قسم دوم قسم جهلا. جاهل ها هم تقسیم می شوند. جاهل هایی که امکانیت دارند، اینترنت دارند، مردم عامه اینترنت دارند و می دانند که به علمای اهل سنت و الجماعه یا که به سایت ها نویسند، به علما نویسند
به طالب علمای اهل سنت و جماعت نویسند و سوال کنند. همین میدانند و میفهمند که شرایطشون هست و میتوانند که مسئله سوال کنند که جایز است یا جایز نیست، اما نمیکنند، به اهمیتی میکنند، برای اینکه به آنها فرق ندارد، اصلا اونها پروا ندارند به دینشون و اونها راضی اند از همین زندگی کفری که میکنند. اونها نمیپرسندند، پروا هم ندارند، اما جاهلند. این چنین جاهل ها هم وقتی که واقع به انتخابات شدن مشرکند، زیرا که سبب این چنین انسان ها را جاهل گفته نمیشد بلکه معرض گفته میشد. اینها معرض اعراض کرد، میدانستند همه چیز میپرسیدند اما مسئله نپرسید. اما قسم سوم جاهل ها که اینها میخوان که این مسئله رو پرسند، میخوان که فهمند اما شرایط ندارند یا اینترنت ندارند یا فهمیده نتوانستند یا که پرسیدند و شبهات به اونها رسید از همین جهت در مسئله شرک اکبر. انا این خیلی انسان هایی که در حقیقت جاهل هستند، جهلشون شرعی است، این خیلی انسان ها را تکفیر کرده نمیشود و میگویم که این عملشون کفر شرک اکبر است، اول حجت رسانیده بعد تکفیر کرده میشه. و مانند بسیار انسان های پیر، بسیار زنها و مردهای پیر که اینترنت استفاده برده نمیتوانند، از علمای اهل سنت استفاده کردن نمیتوانند، اما حق میخوان، از سبب نفهمیدن فکر کردن که من حق است یا که فتواهای باطل به اینها رسیده است، از فتوای مرجئه پرسیدن لیک فتوای جهمیه رسید و رفتن. این خیل علما، این خیل انسان ها را علمای اهل سنت و جماعت یکی اکبر تکفیر نکرده بلکه اول حجت رسانده بعد تکفیر میکنند از سبب شرک خفی بوده میشه. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. بارک الله فیک. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا خوبه اینجا یک سوال داشتم، سوالتون دادم. الحمدلله یک بفرمایید. سوال درباره که همین انسانی که به دولت کفر می‌گوید در همین اقتصاد درباره ایرپورت داخل دارد، وقتی که همونجا میگیری ایمیگراسیونی کارتش میکنن، در همون حالت یک انسان همینجا یک وقت صحبت در این مسئله تو میگه وقتی که آمدید در دولت کفر تو در اونجا امضا مودی دست ماندی مثلا تدبیسات کردی، تو در وقتی که وردی شدی تو باید با قانون رو باید مشاهد نکنی، قانون رو اصلا کیوی نکنی که اصلا که تو در اون دوگوار کدگی سوزه که در جای قانون یا قسم سون میزن. فهمو شرط دادن شرط نیست برادر، مختصر بگم من همون مسئله با شما یک چی فهمو بارک الله فیک. فهمو میکروفون محکم بگیر. البته عهد و پیمان که یک مسلمانی از دارالاسلام به دارالکفر رود و در حالت در آمدن به دارالکفر عهد و پیمان کتی درآید، به این معنا که مسلمان دینش را آشکار کند و بگوید که من مسلمانم، پیروی محمد صلی الله علیه و سلم دارم، من انا نمیخیل انسانم و عقیده من انا نمیخیل است، یا که کفار دانند که عقیده این مسلمان چخیل است، آشکار و واضح به دینش درآید، در این حالت البته که خیانت کردن یا یگم دسترازی به چیزی اونها کردن جایز نیست و حرام است. اما وقتی که دین رو آشکار کردن نمیتوانی و در حالت در آمدن دینت رو وقتی که میگوی که من مسلمانم یا بریش یا به یگان عقیده ظاهری دین ظاهرت نداره تو رو نمیمونند، در این حالت مجبور میشوی که دینت رو پنهان کنی، رشوت رو پس کنی، گویا که بدینتری تو سستری دروی. پس اونها امن ندادند، پس اونها به تو امنی ایمانی ندادند و عهد به وقوع نپیوست. بارک الله فیک. سوال است که من در یک دوستی وقتی دو زن مثلا شوهر اگر که از هم یکدیگر جدا شود هم به یک روایت است که چی از دلیل دارد میگوید وقتی که دو همسر خانواده از دو می شود زن و مرد بینشان طلاق در همون حالت میگن تا که عرش به جنبش می‌دارد همین حقیقت دارد حضرت. بارک الله فیکم. البته طلاق این یک حلال است که حلال، لیکن حلالی که به شرط و شروط به وجود آمده است. یعنی وقتی که انسان همین طلاق را بدون شرط و شروطش استفاده میبرد البته الله غضب میکنه. علیکم اخی، خوب است.
الحمدلله ایجو وقتی که ایجاد مثل که همین است یا نه. و دویم سوال وقتی که باید در مسئله توحید درسای توحید آمده میرسه و اون شخصیت امیر نمیخونه از یاد نمیکنه همین شخصیت نفهمیدم برادر یک لحظه برادر صحیح میشه یا نه؟ برادر یک لحظه حضور یک بار میکروفون محکم میکنید ما سوال برادر کاملتر جواب بدیم بعد ان شاء الله شما سوال میکنید. مسئله طلاق مباح است لیکن اگر همین رو در حالت‌هایی که شرعاً الله طلاق رو در کجای گفته است در همون جا استفاده برید مباح است. اما انسان در کجایی که خواست طلاق رو استفاده برد بدون سبب البته که این رو الله بد می‌بیند. اما حدیث آیا هست که کسی که طلاق بدهد به سبب طلاق دادن عرش الله می‌لرزد؟ آیا همچین حدیث است؟ البته روایت میکنند حدیث رو روایت رو گویا که از علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگن که گویا که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که لا تطلقوا طلاق ندهید فان الطلاق يهتز له العرش، همونو که به سبب طلاق عرش میلرزد، به سبب طلاق عرش میلرزد. آیا همین حدیث صحیح است؟ نه، البته این حدیث دروغ است، حدیث مکذوب است. خیلی که پیش از این یک حدیث دیگری رو درباره سلام دادن حضرت علی به عمر گفتیم حدیث مکذوب است. اینم حدیث مکذوب است. یعنی حدیث این رو حدیث گفته نمی شود، این یک روایتی که بر دروغ به پیامبر نسبت داده شده است و همه علمای محدثین مفقهین فقه اینا ضعیف میگن. بمانند ابن جوزی میگه حدیث موضوع، حدیث موضوع. خطیب بغدادی میگه که حدیث موضوع و همه علمای محدثین امروزه حدیث موضوع میگن. اما بدونید که معنای این حدیث رو موضوع گفتن این نیست که بارک الله فیکم طلاق جایز است و بی‌ملال است، بلکه اصل در طلاق این کراهیت دارد. طلاق مباح است لیکن اصلش کراهیت است، یعنی انسان در حالت‌های ضروری به طلاق دست میزند. بارک الله. در حالت حاجت خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه الاصل فی الطلاق الحظر، در جای دیگر اصل فی الطلاق الکراهیه میگه اصل در طلاق کراهیت است، حذر است، خوددار کردن است. و انما ابیح منه قدر الحاجه، طلاق حلال کرده می شود به قدر حاجت، یعنی در حالت حاجت و ضرورت و لازمی که دیگر علاجی نیست. یک زن است که تمام به یک درجه آمد رسید که علاج زندگی دیگر نیست، در این حالت طلاق است. اما برای کیفیت اعوذ بالله کیفیت طلاق دادن این بعد از این مخالفت با شریعت است. سوال داشتم. بفرمایید. نه یک گفتم میگن ما در دیگه گروه خودم اومده میگن معبود بدعت است، همین چه است بچه؟ بله بارک الله فیکم. جشن گرفتن مولود رسول الله، یعنی جشن گرفتن روز تولد رسول الله، دین رجدین یا بروسی میگن، این البته بدعت است. زیرا که جشن گیرنده ها چی میگن؟ جشن گیرنده ها میگن که ما روز مولود رسول الله رو جشن میگیریم، خرسندی میکنیم، همین عبادت است، ثواب است و به همین عملمون به الله نزدیک میشویم، به رسول الله نزدیک میشویم و ثواب بزرگ میگیریم. ثواب که گفتند پس عبادت است. العبادات توقیفیه الا ما يدل الدلیل على مشروعیته. همه اجماع کردند که سلف صالح عبادت توقیفی است مگر هم در حالتی که ما یگان دلیل برای مشروع بودنش داشته باشیم. یعنی هیچ کس از پیش خودش یک عمل رو عبادت گفته نمیتواند و عبادت گفتن درست نیست مگر هم در حالتی ما یک عمل رو عبادت میگیم که دلیل از قرآن سنت باشد. برای جشن گرفتن مولود، برای ثواب بودنش، برای عمل خوب بودنش یگان دلیل از قرآن و سنت نیست. پس یک عمل رو بدون دلیل ما عبادت بگیم این بدعت است. انجام دادن مولود این بدعت است و کسایی که مولود جشن میگیرن اینها مبتدع هستند، بدعت کارها هستند. ما حالا نگفتیم که در بدعت چقدر با دیگر مخالفت ها میشه، در بدعت چقدر شرکیات دیگر میشود، اون مسئله دیگر است. اگر در یک بدعت شرک نشود، در یک مولودی که انسان ها میکنن شرک اکبر کفر اکبر نکنند، فقط قرآن خوانند، فقط صلوات گویند، فقط شینند و امر معروف کنند، اینها مبتدع هست. برای اینکه همین کار از پیامبر صلی الله علیه و آله نکردند، صحابگان، تابعین، سلف صالح متقدمین نکرد. این عمل رو اولین بار رافضه ها در مصر دولت فاطمه رافضه به وجود آورد.
اما اگر اینها روند و جمع شوند و شرک کفر کنند، البته که این کفر شرک است. اگر روند و جشن مولد پیامبر گفته اختلاط زن و مرد به همدیگر آمیخته، رقص کردن زن و مرد و در اونجا موزیکا و غیره شد، این همه اعوذ بالله مخالفت های شدید، باز گناه های وزنین بالای هم میاد. و اگر مولود گفته صوفی ها جمع میشوند و غیر الله عبادت میکنند، پیامبر عبادت میکنند، همه یک بار از جا میخیزند، میگن که حضر الحضر، حضر، حاضر شد، حاضر شد. کی حاضر شد؟ پیامبر حاضر شد، گناه ما رو میبخشد. که البته این شرک است. شرک است. قاری جان یه سوال دیگه همین گوش کنیم، بخشی زیاد ما شما رو زیاد میکنم. بریم اینجا چند نفر بله. خب دوستان عزیز، آوازی خانم شنیدین و ناشاید باشید واسه که این خبیث است. اصلا یک روز به طریق اینترنت صحبت میکنم، فردا یک نظم میگه از یک شیخ عوام زنان عوام گفت است که مدابت است که عالم در آواز اهل بدعت نگذارید، آواز اهل بدعت نگذارید. مقامش که برادر سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برادر محمد تمام محکم بکنید. این شخصی که از شاگردای داملای مطلب سید محمد که محمد سعید قبوری است، یک مشتیک است که یک سه چهار سال پیش صحبت کردیم. یک قبوری است. این چی؟ بله این قبوری است. حکمی معلوم. بله حکمی معلوم است. ما به برادری که اینو گذاشتند، اگر برادری ما باشم میگیم که سخنی که من گفتم به سخن خودم من البته مسئولیت هستم. بله من گفتم که امروز تاجیک های تمام عالمی که امروز ما میبینیم به نام مسلمان های تاجیک از همه جهت به کفر شرک و گمراهی رفته شدند. معنای سخن ما همین است که بله امروز سبحان الله ایده کمی از این به نام مسلمان های تاجیک الحمدلله به توحید چنگ زده رفته شدند و باقی مانده پروای بدی ندارد. باقی مانده را میبینید که به خاطر دنیا به تمام کفر و شرک و بدینی رفته شدند. ما تاجیک های افغان دیدیم، همین روز میبینم که به خاطر پناهنده یافتن در اروپا مسیحیت را قبول کرده شدند و این چیز را اعوذ بالله بسیار میبینید که مردم به خاطر مردیکاری و پول به دست آوردن از بحر دین برآمده شدند. البته که این ملت مسلمان تاجیک، فارس تاجیک، اهل سنت و الجماعه غریب است. علمای حقگو در سرش ندارد. علمای جهمی، قبوری و اشاعره و ماتریدی انا همین ملت رو به همین سرگردانی گمراهی آورده رسوند. این ملت همون وقت عزیز می شود که این مسلمان های ملت تاجیک در بجا نباشد، همون وقت عزیز می شود که دوباره به دینی صحیحی که این از قرآن و سنت گرفته می شود به فهم سلف صالح گردد، دوباره به دین اسلام گردد، به توحید گردد، به نزد علمای اهل سنت و الجماعت گردد. این علمای جهمی، رافضی، صوفی، قبوری را ترک کنند. اما این کسی که صدایش برآمد که مرا دشنام و غیره میکرد، یک مشرک است. مشرک ما را اگر حقارت کند، مشرکان ما دشنام بدهد به خاطر توحیدمون، ما البته که خرسند میشیم. حسن بصری کبار تابعین را اهل بدعت زمانه اشون دشنام دادند. وقتی که به حسن بصری رحمه الله آمدند و خبر دادند که حسن بصری تو را جهمی ها و اهل بدعت دشنام میدهد، قدریه و غیره، چی میگویی؟ حسن بصری گفتند که انا همین در همین سبد خرمای خشک تمر است، برید به همون دشنام کننده ها بدید. اما تعجب کردند چرا تو را دشنام میدهد، تو به اونها خرما میدی؟ گفتند بله اونها گناهی مرا میگیرد، روز قیامت دشنام دهنده مفلس است. چه که در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اتدرون من المفلس الذي شتم هذا و سب هذا و اخذ مال هذا. یک آدم مفلس گفته کی رو گفته میشد؟ دشنام دهنده، حقارت کننده، روز قیامت میاد. الحمدلله اینها گناههای ما را میگیرد. لیکن دشنام اینها به خاطر چی؟ دشنام اشعری که ما را میکند، ماتریدی ها، رافضه ها،
قبوری ها، جهمی ها، عذری ها، سروری ها، حزبی ها، مداخله ها، طاغوت ها، همیشه اینا ما را بعد میبیند شب روز مراد شما میکرد. خوارج ها، به خاطر اینکه به همه اینها ما رد زدیم و منهج اهل سنت و الجماعت بیان کردیم. همین سبب است که ما رو دشمن میتیم. و البته اگر ما به علمای گذشته نظر کنیم، همین عمل رو عیناً به علمای گذشته انجام دادن. از محمد ابن عبدالوهاب ببینید، ابن تیمیه را ببینید و بارک الله فیکم از علمای سلف به دیگر علمای سلف نظر بکنید که چقدر اهل بدعت به سرشون فتنه و بدی ها آوردن. حتی نظر کنید به پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر صلی الله علیه و سلم یاتی زمان علی امتی القابض علی دینی کالقابض علی الجمره. یک زمانی به امت من می آید در آخر الزمان، وقتی که نزدیک می شود، یک زمانی می آید که کسی که دین رو میگیرد، عقیده صحیح رو میگیرد، دینداری میکند، گویا که در دستش لخشه انگشت رو گرفته است. خیلی که یک لخشه انگشت رو، یک علاب رو در دستتون گرفته است، عذاب میکشید. دینداری هم خیلی عذاب است، هیچ بوکی نداره. بارک الله بفرمایید عبدالله. آقای محمد یک سلسله انشالله که اشتباه کشت مگر انشالله که وقت چیزی بفرمایید. در مسئله همون نلی تقوا بود چی بود؟ یک سوال کرد راستی ابو حنظله حتی ابو نوح خطر اونها رو خواستن که برای بعضی هرچند که در بعضی مسئله اهل سنت هستند و چی هستند، لیکن در اکثر مسئله اصول خوارج رفته گل. حتی در مسئله تکفیر تصول یک تکفیر رفته که خوارج رفته که اونها تا میروند کافر نگفت کافر اونم تا سر بریم مثلا اهل سنت اونها تا 100 کس میبرن. آواز نمیره؟ بله بیشتر است. یقین که اونها میگه که هر کسی که شیخای زمانی که هستن که اهل سنت به بعضی اشکال که شما و ما بیان کردیم که بعضش به اکراه، بعضیش ایزا به دیگه سبب مثل سیمین که به باز دیگر اونها کافر نگن، میگه خودش کافر است. ما و شما هم در پیش رو کافر هستیم، در پیش ابو نوح و هم کنال تقوا و ابو حنظله خودش در بعضی مسئله اهل سنت است، در بعضی مسئله مرجع است، در بعضی مسئله خوارج است، در بعضی مسئله با خوب جواب داده است. برای همون کنال حذر کنن برادرها که به نهایت مسئله تکفیر غلو کرده هستند. هرچند که مثل خوارج دیدن در بعضی مسئله خوارج داشتگی هم برادر. من خواستم جزاک الله خیر. البته بنده شناسایی ندارم از سبب اینکه گوش کردگی نیستم یا که از دیگر برادرها پرسیدگی هم نیستم. بعضی از صحبت‌هایش که در مسئله ضد طاغوت صحبت می‌کرد خیلی که گفتن خوب است استفاده برید، اما وقتی که غلو در تکفیر میکند در مسائل، ببینید تسلسل در تکفیر این از اصول مذهب خوارج است. تسلسل در تکفیر 1 2 3 4 5 6 8 10 رفتن میگیره و دیگر مسائلی که دارد. از همین جهت احتیاط باشین. البته احتیاط باشین. خیلی که از جهمی ها مشموره میگیم که احتیاط باشیم، از این جانب غلو هم احتیاط باشین. بارک الله فیکم.